درس لوگاریتم رو دوام میکنیم. در این درس فункция لوگاریتم خاصیت و گرافیک آن رو دیدیم. گرافیک در اصلا گرافیک فункция لوگاریتم دیدیم میبریم. پیش از دیدن باید با خاطر بیاریم فункция نشان دهندگی گرافیک چه بود، چرا که در خاطر داریم در درس پیش نگفته بودیم وقتی که اساس بین 0 و 1 شد فункцияش ما کم شونده بود. وقتی که از اساسی ما از یک کلان باشه فункцияش ما زیاد شونده یا افزون شونده است. و چقدر که گفته بودیم ما فункция نشان دهندگی و فункция لوگاریتمی برعکس یکدیگر هستند. یعنی در اینجا چی میشه؟ لوگاریتم y x. یعنی در اینجا ما با جواب رو فقط دانسته میخواستیم، در اینجا ما درجه رو کدام درجه رو همون جواب رو میدهد. فункция لوگاریتمی همه خیلی رسم داره لیکن برعکس نشان دهندگی و آنها هم وقت با خط y برابر x در سیمتری هستند. سیمتری هستند. یا کنیم فункция کبود این فункция نشاندگی و فункция با رنگ دیگر. این رنگ با توجیه که نمیدونم چی میشه فیولتوی رنگ این باشه فункция لوگاریتمی است. اینها برعکس دیگر هستند. یک چی خصوصیت رو باید فهمیم در فункция لوگاریتمی چرا که از رسمش رو میبینیم. در اینجا بعضی خلاصه باید براریم. این فункция وقتی که اساس شما از یک کلان باشه فункция شما زیاد شونده یا افزون شونده. وقتی که بین 0 و 1 شد فункция شما کم شونده است. کم شونده. باز چرا که در رسم میده میتونیم جای x هم وقت عددهای مثبت باید ماند. مثبت آمده میتواند و y همه چی شده میتواند. یعنی ساحه معین ما x هم وقت باید از 0 کلان باشه، هم وقت باید مثبت باشد، 0 هم باید نباشد و y ما همه چی شده میتواند. y ما همه عددهای ریالی شده میتواند. در اینجا بینیم انیش ما کم شونده است. x با همینجا از 0 باید کلان باشد، هم وقت یعنی مثبت باشد و y باز همه چی شده میتواند. یعنی این خصوصیت ها باید دانیم برای جواب دادن بعضی سوال ها. چه سوال ها؟ مثلا ساحه معین فункция رو یابید. فункция لوگاریتمی داشته ساحه معین فункция رو یابید. y برابر ماند. از این چی خلاص میبرید؟ چه که ما میدونیم برای ساحه معین x هم وقت همین چی باید از 0 کلان باشه. بعد نوشته شما چیکار میکنید؟ بعد این یک نابرابری خطی است. حل کارش آسان است. چیکار میکنید؟ 2x رو به طرف راست میگیریم. 2x میشود و هر طرف رو به x به 2 تقسیم کنیم. 1 تقسیم 2 یعنی x از 1 تقسیم 2 خورده است. همه عددهایی که x از 1 خورده است ساحه معین فункция یکمی ما میباشد. دویم فункция رو ببینیم. دویم فункция در اینجا چی است؟ مینوس x جمع x کвадрат باید از 0 کلان باشد. بعد این از اکنون نابرابری کвадراتی است. چیکار کنیم؟ باید ریشه ها رو یابیم. x رو از قوس بیرون گیرم چی میشه؟ مینوس 1 جمع x. بعد خط تی رو باید کشیم. ریشه ها چی هستن؟ 0 هستن و 1. در خط تی میمونیم و ها رو 0 و 1 مینوس به آخر. بعد عدد ها رو انتخاب کرده. مثلا بین مینوس به آخر 0 یک عدد رو انتخاب کنیم. بگذار مینوس 1 باشه یا مینوس 10 یا مینوس 100 جای x میمونه. با ما اشارهش مهم است. پلوس یا مینوس است. وقتی که مثلا من مینوس 10 رو گرفتم جواب من چی میشه؟ پلوس میشه. بین 0 و یک عدد رو انتخاب کنیم. 0 از 5 بگذار باشه 0 اینجا منفی میشه اینجا مثبت. با ما چی دکور؟ مثبت دکور. ساحه معین ما چی میشه؟ x از 0 خورد یا اینکه x از 1 کلان است. یک نمونه سوال ها آمدنش ممکن درباره گرافیک فункция یا اینکه مقایسه عددها، مقایسه لوگاریتمی. مثلا یا کنیم وقتی که شما مقایسه باید کنید یکم سوال رو لوگاریتمی در اساس 5 و لوگاریتم در اساس 7 رو مقایسه کنیم از 0 کلان باشد. اول چی باید به خاطر بیاریم؟ اول به خاطر باید بیاریم که این فункция زیاد شونده است یا کم شونده است از گرافیکش. چه که می‌بینیم اگر آیا زیاد شونده است و چقدر که x کلان شود یعنی x جواب ما قیمت ما خیلی زیاد میشه. یعنی از اینجا معلوم میشه که طرف راست از چپ کلان است. دوم مثال
اساس رو نگاه میکنیم. اساس بین 9 و 1 این دوم رسم است و از دوم رسم چیکار میبینیم؟ کم شونده است. یعنی کدام کلان میشود؟ طرف چپ از راست کلان میشود. یعنی چقدر که سوال ما شما کلان شود قیمت شما کم میشود در فункцияи камшаванда. боз сеюм намуд ҳаст. вақте ки асосҳо ҳар хел ҳастанд, ҳамин намуди суол кай мепурсанд, агар дар ихтиёр дошта бошем, агар асос ва ҷавоб як бошанд, ҷавоби он вақт як баробар аст. ва аз ин ҷо тахмин карда шумо ҷавоби конкрети дакор неста инҷо барои муқоиса карда нигоҳ кунед. агар инҷо 7 мебуд, 7 як мешуд. агар ҷои 3 7 мебуд, як мешуд ва аз 7 калон мешуд, ҷавоби мо миқдори қимати мо зиёд шуда мегирем, лекин аз 7 хурд аст. дар ин ҷо бошад, мисол бигзоред ҷавоби ино x ва y гӯям. аз ин ҷо гуфта метавонам ки x аз 1 хурд аст. аз ин ҷо бошад, нигоҳ кунем 9 шудагӣ аст. агар 5 мебуд, 1 мешуд. агар 25 2 3 ҳамин меравад. ин ҷо маълум шуд y аз 1 калон. ва аз ин ҷо муқоиса карда метавонам ки тарафи рост аз тарафи чап калонтар аст қимати он.